السلام علیکم بینندگان عزیز، علاقمندان کانال تیوی سوخ. ما در دقیقه های قرار داریم که خداوند ما را سوی هدایت دعوت می نماید و از این روز تمام اهل مسلمین دنیا روزه می گیرند و به این کشوری زیبای ما ماه شریف رمضان قدم انجام فرماید. و برنامه‌مان را آغاز میکنیم با نام خداوند بخشاینده مهربان و حرکت میکنیم که در دام 30 روزی ماه شریف رمضان به شما آید فضیلت‌های این ماه شریف، خاصیت روزه‌داری و عموما نیکی‌هایی که از جانب خداوند به ما در این ماه شریف می آید سخن کنیم. و البته در این راه به ما یکی از پیشوایان دین ناحیه سوخ، امام مسجد محله هوشیار مجیب علی عطایف کمک می رسونند و حالا سخن را به آن کس می دهید و با شما آیدی فضیلت ماه شریف رمضان سخن می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان کرام قدر. امروز مده که عرفه پیشوازگیری ماه شریف رمضان قرار داریم. البته الله سبحانه و تعالی برای ما شما مناسب دید در این روزهای نیک، در این خدا خواهد سالهای نیک، در این عرفه پیشروی حیات خدا خواهد این ماه شریف رمضان مبارک باد کرد برای ما شما. البته ما شما عزیزان به این روز فرارسی ماه مبارک شریف رمضان تبریک و مبارک باد میگیم. به شما تنی صحت، خاطر جمع و خانه آبادی و خداوند در این ماه مبارک به فضیلتش در تمام دنیا تینجی، آسایشتگی، خاطر جمعی، فیض و برکات را برقرار بدارد. همچی این سال به حرمت این ماه سال پرفیض، سال پرموفقیت گشتنش را الله به کلی یعنی هموطنان ازبکستان زمین خداوند اله مناسب بیند. آمین. البته این ماهی بزرگ است. چقدر در این ماه گویم این ماه کم است. به این ماه خدا سبحانه و تعالی برای ما شما امتاش مخصوص انشاءالله دادگی است. این فرض الهی است، این قرض الهی است. باید که هر یک انشاءالله فردی مسلمان باید که این روزه را دارد و این خدا خواهد فرمان خدا را بجا بیارد. شاعر میگد گفته خدا کنی شاد شوی. انشاءالله اگر مادام که ما فرمان خدا را انشاءالله میکنیم، خداوند از ما و شما شاد می شود، خرسند می شود. خدا خواهد. البته این ماه بسیار درجه دارد. من پیامبر رسوندن که این ماه به 3 تقسیم کردن. اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النار. یعنی دهه اولش دهه رحمت است. اگر ما خدا خواهد فرمان خدا را کنیم، الله به نهایت ما و شما را بر رحمت سزاوار میکند. و دهه دوم دهه مغفرت است. البته بنده بیگناه نیست، هممون گناه داریم، هممون خطاها داریم، لیکن از آفریدگار امید داریم که الله البته ما شما را میبخشد. ناامید نشین عزیزان من. در این ماه باید که هم دوستی، باید که به دیگر مهر و عاقبت برقرار داریم. الله هم از ما شما راضی میشود خدا خواهد. و دهه آخرین دهه عتق من النار، یعنی آزاد شدن از آتش دوزخ. الله سبحانه و تعالی با این توفیل ما چقدر آدمایی که از ما شما گذشتن محتاج دعا هستند. خداوند قبرهاشون پر نور، آخرتشون آباد میگردد. از این فضیلت دارد، با از این زیادتی هست، از این درجه بالا دارد. حتی که میگه که هر یک روزه داره خوابشم عبادت است. ببینید خوابش عبادت است خدا خواهد. و نفس هایی که میگیرد به جای تسبیح سبحان الله الحمدلله الله اکبر الله قبول میکرد است. حتی کورپه خوابش برای چی میشد است؟ انشاءالله خدا خواهد مسجد میشد است. ببینید از این بخت است خدا خواهد. انشاءالله الله همیشه در این ما حتی که دروازه های جنت برای ما شما شدگی است، دروازه های دوزخ محکم است. حتی شیاطین سرکش ها در این ما کشنگ زده می شود. در این ما بینین الله اصلا چنان مهربان که به ما که هر اون که شیطان ها برای ما شما به یگان کار وسوسه نکند و حالا در قید بند میگیرد. از این فضیلت، از این درجه بسیار بسیار انشاءالله بلند است. چقدر گویم کم است خدا خواهد. انشاءالله چقدر تعریف کنیم، چقدر توصیف کنیم، چون که این برای امتای محمد علیه السلام مخصوص داد. دیگر پیغمبر آرزو میکردن این روزها را، لیکن الله برای اینه که ما و شما را امتای محمدی این چیز مناسب دید. بسیار شکر عینا در این زمانهای عادلی ببینید جناب عادل یعنی جناب من
میکنه. ببینیم راهبر پرزیدنت همون جناب عادل یک عادل آورد که نسبت دنیا هم نسبت اسلام هم بسیار بسیار انشاءالله خدا خواهد برای ما شما حصه. ما از این برادر از این خدا خواهد شاه عادل که حتی بعض عالم ها خدا خواهد درجه حضرت عمر بها میتیند. عمر هم مثل همین ها خلق پرور بود، مثل همین ها دائم در درون قلبی آدم ها میگشت. این هم بینن شب و روز حرکت دارد. که تبریکاتی که امروز میکند وقتی که من میشنم خدا خواهد بدنی من لرزه فرا گرفت که همین خیر شاه عادل با بالای ما اومد. بسیار شکرگزار باشیم. عیناً با در این قید این روزهای مبارک بریم خدا خواهد همه هموطنان خدا خواهد این روزه ها را داریم خدا خواهد این عبادت ها را به جا بیاریم. ما هم مهمان هستیم، ما هم غنیمتیم. تا سال دیگر الله میداند کی هست و کی نمیرسد، کی به روزهای بسیار پر ثمره میرسد نمیرسد. بریم ما و شما همیشه خرسند باشیم، همیشه شادان باشیم. حتی رسول گفتند که کسی که در آمد یعنی ماه رمضان خرسندی بیان میکند خداوند آتش دوزخ برای حرام میکند. ببینید یک خرسندی بیان کنیم که دیگر فقط تبریک کنیم که ماه مبارک باشد. یک خرسندی که بین بنده ها میشد الله ببینید چقدر موشمون درجات چقدر. حتی که میگه رسول صلی الله علیه و سلم این فی الجنه باب یقال له الریان لا يدخلون الا فی صوم شهر رمضان. یعنی میگه در این خداوند مخصوص برای با روزه دارد یک دروازه در جنت، دروازه ریان نام دارد. فقط اونجا میگه کیا داخل میشود؟ کسانی که روزه دارند. فرمون خدا رو بجن، چون که این سنجش دنیا است. الان میتونست روزه رو در یک ماه مقرری کنید که ماه دکبر ماند و هر سال نک خداوند چیکار کرد تغییرات کنی سنجید ما را که آیا امتحان کرد که میدارد می نه. من در زمستان همه روزه میگیرد خدا خود شکر نکی در این روزا این بهترین چی خدا خود امتحان الهی. حتی خدا در قرآن میگه استعیذ بالله الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. سوره ملک آیت 2 میگه خداوند ما شما را آفریده میگه مردن و زندگانی را و شما را برای سنجش آوردن کدام شما عمل خوب میکنیم. میدین که شما عزیزانی من رضای خدا تشریف بوده است در عمل خوب. چقدر عمل خوب باشد خداوند راضی میشد، چون که راضی خدا در طاعت است، غضب خدا در معصیت است. هیچ کس گناه نمیخواد، هیچ کس راضی نیست. حتی در همه دنیا همه خداخواه راهبران حکومت هم حرکت دارن که چی گناه نشود، خطاها نشود. این چنین خدا هم از ما و شما التجا میکند. چندین جای قرآنی کنه که ای مردم عادلانه زندگی کنین، ای مردم زندگانی خوب کنین که همیشه خرسندی من در چی از طاعت است، در عبادت. برامین و این روز مبارک همه عزیزانی که صدای ما را میشنوند تبریک و مبارک باد میگیم. الله اسمان و شما در خاندان شما اولا آسایشتگی، خاطر جمعی، فیض و برکات. چی مقصد و چی آرزوها دارین، خواه دینی است و خواه دنیایی، که امروز هر یک دقیقش اجابت دعا است. هر یک دقیقش خدا خواهد دعا کنین، از الله پرسین خدا خواهد این شما. ما هم میپرسیم که خداوند در تمام دنیا تینج آسایشتگی را خدا برقرار بدارد. همین رئیس جمهور هم خداوند از هر گونه آفتهای ارضی سماوی نگه دارد که همیشه در غم چی است؟ انشالله پیشرفت، انشالله وطن پیشرفت، انشالله جمعیت حصه گذار هستن. خدا همیشه نگهبان باشه. این استقلالیت ببینین، آزادی که برای شما بسیار بسیار نعمت داد که این شمار ندارد. این نعمت ها باید که ما شکرگزار باشیم. خداوند میگه که استعیذ بالله و لئن لشکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر کنه من باز زیاده میکنم. ما باید شکرگزار باشیم. شکران نعمتت افزون کند، کفران نعمت از کفت بیرون کند. اگر ما شکر گذاریم با الله آینده مرتبه مونه، اینم خدا خواهد انشاءالله درجه، اینم خدا خواهد زندگی ما بلند میکنند. برای این همیشه سر بلند باشیم، همیشه با یک دل گرم خدا خواهد، با یک چهره که شده این ماه قبول کنیم و در این ماه طاعت عبادت کنیم. هر روز در دعا باشیم که الله سبحانه و تعالی این وطنی عزیزم مثل دیگر وطنهای پر اقتدار شدنش را الله نصیبه بدارد و این استقلالیت و این آزادی را خداوند تا قیامت پایدار بدارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.